سلام علیکم به همگی. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشین. امروز من با قسمت جدید همین دوره یونیتیمون قراره تو این دوره جهات دیگه اون کپسولی که ساختیم هم ایجاد کنیم. مثلا چپ و راست عقب جلو هم بره، یعنی نه فقط جلو نره، عقب و چپ و راست هم بره. خب برای این کار ما اینجا شرط که تعریف کردیم چی بود؟ با دکمه دابلیو میرفت جلو. همین ببین آخرین محور ما 3 واحد اضافه کرد. ما میایم شرط رو کپی پیست میکنیم و 4 تا باید از این شرط رو داشته باشیم دیگه، که حالا قرار دکمه و جهاتش رو تغییر بدیم. توی شرط دوم ما میخوایم مثلا راست رو اضافه کنیم که با دی نشونش میدیم، اونجا رو تغییر میدیم به دی. خب حالا میریم اینجا میبینیم آقا راست ما کدوم محور میشه محور x. حالا ما به x باید مثلا 3 واحد اضافه کنیم دیگه، اون قرمز x. بریم این ترانسفورم اگه بسته بود اینجوری باید بازش کنیم. خب محور x ما میشه اولی. خب آخری و صفرمون که چند جهت نمیخوایم بره دیگه، با اولی 3 واحد میره که میشه محور x. حالا تو شرط بعدی میایم A رو اضافه میکنیم. A قراره بره چپ. چپ ما چیه؟ این محور x بود. خب میخوایم منفیش کنیم دیگه، یعنی برخلاف محور x میشه منفی x. یعنی منفی 3 رو چیز میکنیم، راست 3 بود، چپ میشه منفی 3. حالا جلوی ما تو محور z3 بود، اینجا میزنیم منفی 3. محور z برعکسش میشه منفی 3. کلا هر محور رو بالعکس کنیم و منفی بزنیم بغلش. خب دکمه هم که انتخاب کرده بودیم اس باشه که پشت. خب سیو کنیم اسکریپتمون رو با کنترل اس. حالا استارت که میکنیم بازی رو، حالا بازی که نمیشه گفت تمرینی، حالا میگیم بازی. ببینید آها این چه مشکلی داره، دوربین میبینید جهتشو، اما حالا کار میکنیم. کلا ببینید چپ و چرا اول ما کار میکنیم. میخوایم این دوربین رو وصل کنیم به این کپسول، یعنی این دوربین جزئی از کپسول باشه. این کپسول ما آقا هر جهت رفت این دوربینه باهاش همسان بشه. ما الان به یه مبحث جدید اشاره میکنیم به اسم والد، یعنی لایه‌هایی که بخش هایرارکی میبینی که در سمت چپ تصویر هستش. ما میخوایم توی هم قرار بدیم، یعنی مثلا ما میتونیم یه لایه والد در نظر بگیریم، مثلا این کپسول ما والد باشه. لایه هایی که زیر اون قرار میگیره جزئی از اون کپسوله. یعنی یه جورایی الان ببینید دوربین میزنم زیر لایه کپسول، یعنی کپسول من والد دوربینه. هر تغییری تو این کپسول ایجاد بشه، هم از حالا اتفاقات فیزیکی، جهاتی که میره، حالا هر تغییری روی این لایه فرزندش هم اتفاق میفته. الان میبینیم ببین هر جهت میره روی اون دوربین ما تأثیر میذاره. حالا بخوایم حالا مرگ راحت‌تر درک کنیم، ما یه چیز دیگه هم امتحان کنیم. مثلا همین زیر کپسول ما هست، اونم میذاریم توی کپسول. ببینید تغییری که توی کپسول ایجاد میشه توی اون زیر ما هم ایجاد میشه. خب میبینید بازی استارت شد، اون کپسول رو برخورد نمیکنه به زیرش، اون زمین بازیمون. دلیلش چیه؟ بذار یه بار دیگه استارت کنم. دلیلش اینه که میایم توی این بخش بازی سن، ببینید تغییرات تو کپسول داره ایجاد میشه، این میاد پایین. اون زمین بازی هم همزمان با کپسول ما داره میاد پایین. اون تغییرات کپسول تو زمین داره اعمال میشه. الان در واقع ما یه باکس ساختیم. شما این زمین کپسول ما رو بیارید بیرون، نباید اینجوری باشه، باگه دیگه.
فقط امتحان بود که برای اینکه راحت‌تر درک کنید. خب بریم قسمت بعدی.